خدمت به وطن قرض مقدس هر یک جوانمردی با ننگ و ناموس به حساب رفته. حمایه مرز بوم این دیار صاحب استقلال و آباد برای هر یک ساکن کشور شرف بزرگ محسوب می‌یابد. محض در صف ارتش ملی جوان پسران شجاعت و مردانگی آموخته مقدس‌ترین ارزش حیات، دوست داشتن و صادقانه محافظت کردن خاک وطن عزیز را یاد می‌گیرند. در این ردیف امروزها در قسم‌های حربی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان چاربین‌های با تنطنه سوگند یادکنی نواسکران دعوت بهاری آغاز و ادامه داشته. این خود برداشت جوان پسرانی که اکنون وارد عائله کلان خدمتگان حربی گشتند مسئولیت بزرگی را واگذار می‌نماید. این چاربینی در دایره تجلیل روز جوانان برگزار گردیده. خود دلیل آن است که حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به جوانان همچون آینده‌ساز ملت اعتماد قوی دارند. چون این چاربینی در میدان پرچم دولتی شهر اصفهان است با اشتراک نواسکران قسم حربی 02267 حدود این منطقه، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و دیگر ساختارها دایر گردید. نواسکران آید به خدمت صادقانه به وطن، خیانت نکردن به خلق ملت، اطاعت کردن به هر یک امر و فرمان کماندیران، مخفی نگاه داشتن سری حربی و در حالت ویران نمودن این نکته ها احساس عاقبت هایش سوگند یاد کرده مسئولیت بزرگ حفظ مرز و بوم وطن را بر دوش میگیرند. من سرباز قطاری جمال محمد اقبال به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شده برای صداقت به خلق خود و به سرور دولت سوگند یاد میکنم و با تنتنه قسم میخورم اگر من این قسمی با تنتنه خود را شکنم بگذار به جزای سخت قانون و نفرت خلق گرفتار شوم. یادآور میشیم که سوگند یادکنی برای نواسکران در قوه‌های مسلح مرحله مهمی است که بعد آن هر یک از این جوان پسران پورا به حیات حربی وارد می‌گردند که آن از آموزش جسارت و مردانگی، پرطاقتی، وطنداری و وطن دوستی، از خود کردن تکنیک و تکنولوژی حربی آغاز کرده تا مستحکم کردن دوستی و همدیگر فهمی، رسیدن به قدر پدر و مادر، حیات آسایشته، بلند برداشتن غرور ملی و افتخار از ارتش ملی که در صفش خدمت کردند مساعدت می‌نماید. باید تذکر داد که طی سالهای آخر شماره جوان پسرانی که خدمت در ارتش ملی را اختیاراً پیشه کرده ایستادند خیلی افزوده است و این خود دلیل شرایط خوب و مساعد سربازان در قسم‌های حربی، پیش بردن کارهای فهماندهی بین اهالی از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه‌ها، جماعت‌های دهات، مؤسسه‌های معارف، کمیسریات‌های حربی و امثال آن بوده. چنین روند البته باعث خوشنودی و افتخار از نسل آینده ساز و خودآگاه و وطن دوست تاجیکستان است.